لیث که اومد کتب لغنده یعنی مراد که میشد وای لیث ابن المظفر، لیث ابن مظفر ابن نصر ابن سیار. لیث که بدت اینجانده لیث ابن المظفر ابن نصر ابن سیار. فهمدید لیث که بدت لیث ابن المظفر، مظفر یعنی لقبش نامش رافع، لیث ابن رافع المظفر ابن نصر ابن سیار. نصر ابن سیار این کی بوده؟ نصر ابن سیار والی خراسان، آخرین والی خراسان زمان اموی هونده، آخرین والی خراسان بوده یعنی نصر ابن سیار. اذن نم لیث این که میشد یعنی نبیره والی خراسان میشد. فهمده؟ والی خراسان که سال 130 چی میشد یعنی عباسی ها چی میکند حکومت ابو مسلم خراسانی حکومت عظیم میگیرد یعنی. فهمده؟ نصر ابن سیار. لیث اذن چی میشد نبیره همین لیث که میشد یعنی نصر. لیث ابن مظفر، مظفر لقبش نامش رافع، لیث ابن رافع المظفر، مظفر لقب. فهمده؟ ها؟ باباش کشتگی. نعم باباش جهمه کشتگی، باباش جهمه کشتگی. این یعنی لیث لغوی، امام من ائمه لغه، شاگرد خلیل ابن احمد الفراهیدی شاگردش. خلیل معروف یعنی کی و این خلیل آن لغتنده خلیل که اومد یعنی چی؟ یعنی تسلیم میشی. نعم خلیل ابن احمد الفراهیدی صاحب کتاب العین. کتاب عین یعنی کتاب مشهورترین معروفترین خوشروترین کتاب یعنی چنده که از کتاب لغه حساب میشد. کتاب چی؟ العین. همین کتاب عین خلیل نویسته شاگردش که به لیث به هدیه میکند. یعنی نگرید از چخیل مثلا منزلت خاص داشته بود نزد شیخشنده استادشنده. این کتاب چی به شاگردش به هدیه میکند. نام همین به یعنی چی وای امروز عین گفتگینده یعنی این عین کتابی که بوده است کتاب خلیل، لیکن امروز چی وای مشهور شد عین کتاب نام لیث. قصهش چیه؟ قصهش برای که وقتی که کتاب نویسته هدیه کرد، نام کتاب بسیار لیث دوست می‌داشت، شب و روز کتاب میخوند، خیزدم خواب روادم خورد نوشد دائم با کتاب زندگی میکرد. کتاب به کتاب استفاده نمیتونست. و زن داشت، زنش دختری امکش بود. سونه میرد چیکار میکند یعنی جاریه میخرد خودش به. جاریه یعنی کنیز. جاریه وقتی میخرد و بسیار خوشرو بدگی. از زنش چی میکند؟ اغاظه یعنی حسد میکند، یعنی رشک میکند این کارش به. سونه خیلی خلاص کارش شدگی شده کن، لیکن باید که انتقام گیرد این چیز. یعنی این فطرت این زن ها کنه این چیز. باید که کار کند. میگوید که چیکار خلاص این کارا کو پیشگیری کار نمیته، کار شدگی شد. میگوید که چی مولش بد نگرید یعنی سبحان الله چیکار میکنه همه چیز به تیار یعنی. اومده گفته است که یعنی زنش گفته است که یعنی نام حاکم قانون برآورد که نام یا که دو زن میگیری یا که چی میکشیم. یعنی دو زن نگرفتگی چی میکشیم هم میشه. قتل یعنی اعدام یعنی. چیکار کنم گفته است. زنش گفته که خیلی شهید میشه گفته است. همین خیلی چی میکند یعنی میگوید که اینا چیز ضرر رسونده، میگوید مولش به ضرر رسونده، لیث آدم بوی بده که چی فایدهش نه که همین دفترش میگوید، همین دفترش یعنی قدر کتاب نمیند که همین دفترش چی میکنم نیست میکنم میبیاد کتاب میسوزد. سون وقتی که لیث میبیاد خونش میبیند که چی کتاب نیست، مباشرتا خدم و همه میچیغا چی میکنه کتاب کنی میگوید که کتاب حره، نام زنش حره بود گرفت. میفهمد که چی مصیبت پیش اومده استاد است. مباشرتا جاریه از دست میگیرد میبیاد میگه که انا جاریه میگوید من از همین روز چی اینا خودم به حرام کردم تو بعدیه میکنم، یعنی هم به نزدیک شدم من به حرام قسم میخورد یعنی کتابت میگوید. سون زنش خاکسترش نشون میداد که دیر کاری میگوید. سونه گفتم که بسیار چی هم به چی بود یعنی اذیت کرده بود، هم به تقریبا نصفش اذیتش مینویسد. سون موندگی باقی نصفش چی میکند یعنی سونه خودش مینویسد. هم به این کتاب که به نسبت داده میشد امروز لیث.